سلام دوستان مهربان، در خانه خدا هستیم در اسماعیلسک область город Сафонова. همین ما تیرما به همراهی شما دستگیری شما دوستان خرید دادیم در 1,300,000 زور یکم نرسیدن. خیلی مراجعت کردم، ما با شما مراجعت میکنیم که خواهش میکنیم از هر یک آدمی شما دستگیری کنید تا همین ما ریمان کنیم بعد از مردم مسلمان بسپاریم. 4000 مسلمان زندگی میکنه در این تریتوری اسماعیلسک область. این یک استاد یک سخن. السلام علیکم برادران اهل اسلام، نشریه توج مسلم همین خونه خدا را سوز کردیم. التماس یا دستگیری میکنه همین کانال یک دستگیری سخت ممکنه که هم خونه بود شوا کور بود شوا زمستون نمونه. اکای کولاتوجی کم آوردین سخنش میتیم اکا. برادران چه خیلی کی میبینن ما هر جا نمیریم تا ما در حقیقت نبینیم بعد چشمون باور میکنیم همون حالتی که ما میبینیم بعد چشمون. به خاطری که ما را گفتن که بیا ببین ما اینا اومدیم دیدیم در حقیقت همین مردم کور پیش برده است خونه خدا را سوز کردن حرکت کنیم برادرمون کمک کنین تا که کورا پیش بره. الله نگهبان همتون زنده و سلامت باشین برادر تاج مسلم.